جناب کاک حسن حاتمی عزیز، این علاقه بسیار زیاد کردها نسبت به پرچم کردستان از چه چیزی نشأت میگیره؟ یا اگه اینطور سوالم مطرح کنم، تاریخچه این پرچم زیبای سرنگ سرخ و سفید و سبز که شباهت زیادی هم به پرچم ایران داره به کجا برمیگرده و اساساً چرا کردها اینقدر به این پرچم علاقمندن؟ با درود به شنوندگان و بینندگان عزیز شما و خیلی متشکر از دعوتی که به عمل آوردی و سوال مهمی که مطرح کردی، چون این روزها این مسئله مخصوصا بعد از کارزار بزرگ جنبش ژینا که به انقلاب بزرگی تبدیل شد و تبدیل به انقلاب ژینا مهسا در ایران و جهان گردید، این مسئله مخصوصا در خارج از کشور زیاد مطرح کردید. اون چیزی که به کردها برمیگرده، این قبلا هم در جنبش های متفاوت، چه از زمان صلاح الدین ایوبی، چه هر زمانی که کردها دارای مخصوصا در قرن 20 از جمهوری کردستان جنوبی شیخ محمود و بعداً جمهوری کردستان که مرکزش در مهاباد بود توسط قاضی محمد و حزب دموکراتی کردستان تشکیل شد، و قبل از اون هم البته در جنبش آرارات و حزب خویبون که چند تا حزب بودن در کردستان، ما بهش میگیم شمال کردستان یا کردستانی که در ترکیه واقع است، همه اینها پرچم بوده. ولی این پرچمی که مورد صحبت ماست الان و در پشت سر من هم میبینی در اونجا، این پرچم مال همون زمانیه که من اشاره کردم، یعنی حزب خویبون که چند تا حزب بودن هم دیگر رو گرفتن با رهبری جلال بدرخان و ژنرالی احسان نوری پاشا. این پرچم رو در جمهوری آرارات در اکتبر 1927 که برای اولین بار به عنوان نمادی از جمهوری آرارات اینا به اهتزاز در آوردند، قرار شد در هر جای بخش‌های کردستان که بعد از قرارداد سایکس پیکو متاسفانه در 1916 17 در زمان جنگ جهانی اول کردها تقسیم شدن در این نواحی، هر کدوم از اینها تونستن این پرچم رو میتونن به عنوان پرچم خودشون ازش استفاده بکنن. در نتیجه این پرچم استفادهش از اون زمانه، ولی در جمهوری کردستان اون آرم وسطی که الان یک خورشیدی هست درش، البته در زمان آرارات هم جمهوری آرارات هم یه نشانه دیگری مثل که 2 تا کوه برفی بود در اونجا بودن، عوض میشه. یعنی در طول زمان، اون زمان یک خوشه گندم بود با یک قلم و یک کتاب و چرخ دنده‌ای هم توش بود و به شکلی تقریبا هلالوار در وسطش بود که اون آرم حزبی بود بیشتر و آرم حکومت ملی کردستان بود. ولی الان اون چیزی که ما میبینیم یه نوع دیگه یه که همون پرچمیه که در زمان خویبون و جمهوری آرارات به اهتزاز در اومده بود، همون چیزیه که الان در اقلیم کردستان هم همون چیز رو به اهتزاز در آورده. در واقع میشه گفت که این پرچم نماد و سمبل مبارزات ملت کرد علیه استبداده. اینو میشه این تعریف رو کرد؟ دقیقا همینطوریه. و میشه گفت که این پرچم در واقع به معنای ضدیت با تمامیت ایران، یا اینکه چطور بگیم ضدیت با قوم یا ملت خاصی نیست؟ بله دقیقا همینطوریه. ما وقتی برحال مخصوصا در کشورهای زندگی میکنیم، مخصوصا جناب علی و من در 2 کشور متفاوتی هستیم که دموکراسی و حقوق انسانی و چیزهایی که به انسان مربوط میشه اینا خیلی احترام بهش میذارن. یک کمپانی، یک شرکت نفت، یک نمیدونم استان، یک
محله مخصوص در یک استان دارای نمادهای مخصوص خود است، شرکت ها، کمپانی های متفاوت. به نتیجه مسئله پرچم به عنوان نماد و معرفی یک مسئله چیز خیلی عادیه، ولی برای ملتی بزرگ مثل ملت کرد و مخصوصا ما که داریم از کردستان ایران یا کردستان در ایران یا بگیم شرق کردستان داریم صحبت میکنیم، بله این پرچم فقط به عنوان نوعی از هویتیه که از جمهوری کردستان به اهتزاز در اومده و حزب دموکراتی کردستان به عنوان یکی از احزاب بنیانگذار جمهوری کردستان که 77مین سال رو ما در 2 بهمن امسال ازش یاد کردیم، از اون زمان به عنوان پرچم ملی در کردستان ایران نه ضدیت با هیچ کدوم از اونها، مخصوصا اون زمان که ما پرچم ملی کردستان رو داشتیم، حکومت ملی آذربایجان رو هم داشتیم، اونا پرچم مخصوص خودشون داشتن و در پارلمان حکومت ملی کردستان وقتی پیشوا قاضی محمد زنده یاد و دوستانش همراهانش در اونجا رفته بودن برای بازدید و شاید در خیلی از دکومنت ها هست الان داره نشون میده، هر دو پرچم به شکلی در میدان هستن و پرچم ایران هم هست. با همین موقعیت فرض کن در سال 25 میرن تهران مذاکره میکنن. این از یک طرف. از طرف دیگر هم یک قراردادیه بین خود انسان ها با هم دیگه، یعنی ملت کرد با توجه به احساسات خودش که این جمهوری کردستان رو نوعی از هویت خودش میدونه و این پرچم را به عنوان نماد داره ازش استفاده میکنه و بر علیه هیچ یک از ملت های موجود در ایران، هم از فارس، ترک آذری، بلوچ، عرب و ترکمن نیستش. و از این گذشته همه اونها که دارای پرچم های مخصوص خودشون هستن، این واقعیت جغرافیای ایران رو تشکیل میده که این 6 ملیت اصلی در اونجا دارن زندگی میکنن و الان ما در قرن 21 که 20 سال بیش از 20 سال هم ازش گذشته، در 23 سالش هستیم و ما مخصوصا که در خارج از کشوریم و آزادیم، این مسائل میشه به گفت از پیش پا افتاده ترین مسائلیه که اگر از سوی تمامیت خواهان از نظر فکری و از نظر عملی براشون مطرح هست، میشه گفت این مسئله درستی نیست و باید این رو تمرین کرد و قبول کرد این واقعیتی رو که ملت کرد به عنوان نماد خودش در کردستان ایران این مسئله رو، این پرچم رو که ازش استفاده میکنه. بله دوستان عزیز، مهمان برنامه من جناب کاک حسن حاتمی، عضو کمیته ارتباطی احزاب ایرانی و کردستانی حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور هستند. کاک حسن عزیز، قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنیم، من با دوستان ایرانی و هموطن خودم و البته فارس زبان که صحبت میکردیم، بعضی هاشون سوالاتی داشتن که در مضمون من سوالاتشون رو جمع‌بندی کردم و یه سوال ازش ساختم. بیشتر این دوستان هموطن فارس زبان یا بگیم غیر کرد زبان، غیر کرد، سوال میکردن که این پرچم الان در اقلیم کردستان عراق رسما کاربرد داره و چطور میشه کردهای ایران پرچم یک کشور دیگر رو، یک جغرافیای دیگر رو بیارن در اعتراضات این پرچم رو استفاده کنن و این اساسا این به معنای جدایی خواهی نیست مگه؟ چطور این میشه؟ و اصلا این پرچم آیا مال حزب خاصیه تو کردستان ایران، عراق؟ سوالاتی براشون پیش اومد که نگرانشون میکرد. البته جای هیچ نگرانی نیست و اونا حق دارن سوال بکنن، چون همیشه سوال هاست که جواب هایی داده میشه و این دیالوگ برقرار میشه تا ما ببینیم وضعیت چیه. این درسته در اقلیم کردستان یا کردستان عراق، این از سوی پارلمان این پرچم البته از سال 1992
برقرار گردیده و به عنوان این پرچم معرفی شده، ولی در اساس این پرچم در زمان جمهوری کردستان هم وجود داشته و زنده یاد ملا مصطفی بارزانی ژنرال، یکی از 4 ژنرال حکومت کردستان و مسئول سپاه ملی کردستان یا پیشمرگان کردستان که از محابات با بخشی از پیشمرگان اومدن بیرون و با توجه به قراردادی که در تهران بسته شده بود بین مظفر فیروز و حکومت ملی آذربایجان و کردستان، قرار بود جنگی رخ نده، این پرچم رو به عنوان امانت دادن به جناب بارزانی و هر زمانی که مناسب دیدن این پرچم رو دوباره به اهتزاز در بیارن. این موقعیت بعد از سال 1991 در اقلیم کردستان که انتخابات برقرار گردید و پارلمان کردستان رو تصویب کرد مال اون است. ولی ما هم در حزب خودمون بعد از چند سال در کنگره 13 حزب دموکراتیک کردستان ایران ما 2 مسئله رو در اونجا تصویب کردیم. یکی پرچم کردستان، همین پرچمی که الان داریم ازش استفاده میکنیم، و فدرالیسم. در نتیجه این برای ما سندیت داره و کنگره حزب دموکرات تا زمانی که ما در حزب هستیم و هنوز متاسفانه در آزادی و دموکراسی در ایران به سر نمیبریم و پارلمان نداریم، ما کنگره حزب رو به عنوان پارلمان تلقی میکنیم و این مسئله رو ما در اونجا که کنگره ما بهش رای داده از اون زمان ما هم ازش استفاده میکنیم. و باز هم میگم هیچ مغایرتی نداره که اقلیم کردستان و حزب دموکراتیک کردستان ایران و حتی کومله هم در کنگره اونا هم تصویب شده یا در احتمالا پلنومشون، اینو دقیقا نمیدونم کدوم یکیشه چون برها فکر کنم پلنوم هم باشه، اونا هم ازش استفاده میکنن. در نتیجه وضعیت یعنی موقعیتش به شکلیه که ما همینطوری فی البداهه ازش استفاده نکردیم، بلکه طی زمان و طی مکان و طی موقعیت دموکراتیکی که در حزب ما وجود داره و در کومله هم همچنین هر دوتا همچنان که عرض کردم به تصویب رسوندیم اونجا و الان هم داریم ازش استفاده میکنیم. در واقع من اینطور استنباط میکنم که این پرچم نمادی از یا سمبل آزادیخواهی کردی هست که در هر قسمت کردستان که لازم بوده و باشه ازش استفاده شده و میشه و در کنگره های بعدی حزب دموکرات کردستان ایران شاید تغییراتی روش صورت بگیره و به شیوه دیگه در بیاد. شاید در آینده ایران تغییراتی حاصل بشه درباره این پرچم و چگونگی رنگ ها و ساختار پرچم. اینطوره؟ بله همینطوریه. ببینید ما زمانی حزب دموکرات کردستان بودیم و در کنفرانس سوم حزب دموکرات کردستان پرانتز ایران شدیم. در کنگره سوم هم همینطور، اول کنفرانس سوم، بعد کنگره سوم، بعد در کنگره 4 ما به طور کلی حزب دموکرات کردستان ایران شدیم. و حالا که حزب دموکرات کردستان ایران هستیم، فردا در فرداهای روشن که در چشمانداز ما داریم میبینیم، شاید در کنگره بعدی اصلا نام حزب رو هم عوض کردیم، مسئله پرچم رو هم به شکل دیگری عوض کردیم و ما نه برنامه و اساسنامه هامون، نه نمادهایی که داریم، نه رهبریتمون، هیچ یک از اینها نه ابدیان نه همیشگیان، در حال تغییرند و نو میشن و احتمال اینکه با توجه به موقعیتی که ما درش زندگی میکنیم بتونه این مسائل حتما تغییر بکنه. و حرف شما درسته، استنباط شما درسته، احتمالا در آینده این مسئله در شرایطی دیگر حتما به شکلی ممکنه عوض بشه و به شکلی دیگه ممکنه در بیاد که نماد دیگری داشته باشه یا نوعی دیگری باشه. بینندگان عزیز، همونطور که عرض شد، مهمان برنامه من جناب کاک حسن حاتمی
عضو حزب دموکرات کردستان ایران و ایشون هم اکنون همچنین سخنگوی انجمن زندانیان سیاسی کردستان ایران در خارج از کشور هم می باشند. با ایشون گفتگو رو ادامه میدیم. در یک مورد دیگه اگه کاک حسن لطفاً کوتاه مختصر بفرمایید، این واژه یا اصطلاح تجزیه طلب و تجزیه طلبی اصطلاحیه که من خودم شخصا فکر میکنم جز به همون واژه هایی که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی به ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران وارد شد، چنین مثل واژه‌هایی همچون صهیونیسم و شعارهای همچنین نه شرقی و نه غربی، اصطلاحات و ترم‌های جدیدی که وارد ادبیات سیاسی ایران شدن. ولی در حال حاضر بخشی از اپوزیسیون تمامیت‌خواه خارج از کشور هم داره همین اصطلاح رو به کار میبره. در مقابل ما میبینیم که در صفوف اعتراضات انقلاب ژینا در تمام ایران، در هیچ جای ایران هیچ وقت بحث از این کلمات نشده، این واژه ها به میان نیامدن. چرا اینطوریه؟ چرا جمهوری اسلامی از یه طرف و یه بخشی از اپوزیسیون این دارن بیشتر از حد این واژه ها رو بزرگ کردن و زیادی به اینا اهمیت میدن، به این اصطلاحات؟ ببینید، ما بعد از کودتای اسفند 1299 که بعدا رضا شاه ازش در اومد در سال 1304، متاسفانه واژه دیگری رو به جای ملت‌های موجود در ایران گفتن حکومت ملوک طوایفی و بنیان گذاشتن دولت ملتی که بر یک پرچم، یک زبان، یک ملت استوار بود و گفتند که ایران از قوم‌های متفاوتی تشکیل شده زیر چتر یک ملت که ملت ایران رو تشکیل میدن، که این به نظر ما نادرست بود و میگفتن هر کسی غیر از این فکر بکنه ایران رو داره تجزیه میکنه و عوامل بیگانه است. در اون زمان چرا این مسئله بود؟ شاه وقتی که رفت، از آخرین بار از ایران رفت، سخنرانی داشت. قبل از اون گفت اگر من برم ایران ایرانستان میشه. اون رفت، تاریکندیش دیگری اومد، جنایتکار بزرگتری اومد، ولی ایران هم ایرانستان نشد. و حالا که مسئله تجزیه طلبی و تجزیه هراسی یکی از مسائلیه که متاسفانه جمهوری اسلامی که روش همیشه میدمه و با این شکل میخواد جنبش حق طلبانه بزرگ ملت کرد و ملت های دیگر غیر فارس رو سرکوب بکنه، این واژه رو به کار میگیره. اون با توجه به اینکه جنایتکاریش و کشتار مردمان ایران از اولین بهار آزادی در کردستان و بعد از آن شروع شده، شاید به عنوان یک دشمنی که الان برای همه دنیا بر علیه خلقای ایران یا ملت‌های ایران شناخته شده چیزی عجیبی نباشه، چون اون بایستی نوعی مستمسک داشته باشه برای سرکوب خودش که اصلا اینطوری نیست. ولی اپوزیسیون به جای حق طلبی، ما حق طلبی رو بایستی بیشتر به کار ببریم در برابر تجزیه طلبی. ما مردمی حق طلب هستیم که دموکراسی میخوایم، آزادی میخوایم، تحصیل به زبان مادری میخوایم، هویت فولکلوری خودمون چه لباس جنابالی و من هست، لباس زیبای کردی و همه راه و رسمایی که کردها دارن، و از همه مهمتر نوعی احساس ملی هست که تشکیل یک ملت رو میده. همه اینها به عنوان نوعی وجود ما و از طرف دیگه قبول جغرافیای رنجی ایران، یا به قول کیان شهید ایزه‌ای رنگین کمان ایران، وضعیتیه که در جغرافیای ایران وجود داره و چه جمهوری اسلامی برای سرکوبی بیشتر و چه اپوزیسیونی که اینطوری میاندیشن، تمام اندیشانی هستند که اونا هم اون ورسکه هستند که نمیخوان هم حقوق حقه ملت های ایران، یکی از اونها ملت کرد رو به رسمیت بشناسن
و هم نوعی برای خودشون با توجه به مسئله حقوق بشر در جهان که در این چارچوب ما با توجه به تعریفی که عرض کردم به عنوان یک ملت حتی میتونیم حق تعیین سرنوشت خودمون رو داشته باشیم و اون حق تعیین سرنوشت تا رسیدن به نوعی داشتن کیان خود، سرزمین خود و به عنوان استقلال کردستان میتونه مطرح باشه از نظر حقوق بشر. ولی ما قبلا که در فاز خود مختاری بودیم، الان نسل ما، فاز ما، حزب ما حق تعیین سرنوشت رو با توجه به فدرالیسم تعریف کرده و اون مسائل دیگه هرچی غیر از این باشه ما مسئولیتش رو قبول نمی کنیم. ولی هستن کسان زیادی هستن به عنوان یک انسان که میخوان طبق سیماده حقوق بشر، افراد زیادی هستن هم در کردستان هم در جاهای دیگه، این حق رو برای خودشون محفوظ می‌دارند که طبق ملت بودن یک روزی اگر دولت واقع بینی با توجه به قراردادهای دموکراسی سر کار بود، مثل بریتانیا، مثل کانادا، این حق رو محفوظ بداره که در این باره رفراندوم بشه. ولی این زمانیه که اصلا مشخص نیست، هیچ چیز الان به قول معروف در این فاز نیست، بلکه فازی که الان هست همچنان که عرض کردم فدرالیسمه و ما در چارچوب ایران دموکراتیک و با قراردادی که بر حق ما با توجه به اون موقعیتی که الان ما درش هستیم، یعنی هم از نظر زبانی، هم از نظر سرزمینی، هم از نظر همزیستی مسالمت آمیز، هم از نظر مشارکت، توافقی و عدم تبعیض و با هم بودن، این مسئله رو بتونیم پیش ببریم و ما خودمون رو در سرزمین خودمون با اونها نوعی اشتراک موجودیت همزیستی ملتی میدانیم که همه با هم اگه بتونیم این انقلاب ژینا که به همین منظور هم بر علیه دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه اسلام سیاسی شیعه اثناعشری داره مبارزه میکنه، به همین سمت میره. و من در اینجا عرض میکنم بازم اصلا از این واژه های که میتونه ما را از هم دیگه جدا بکنه و تا حدی میشه گفت بیگانه بکنه یا اون مسئله معروفی که میگن تفرقه بینداز و حکومت کن رو ما برنتابیم، خیلی جالبه و ما درخواست میکنیم که همه با هم بتونیم این وضعیت رو طوری مدیریت بکنیم که حق برابر برای همه در ایران آینده فدرال یا ایالات متحده ایران که من چند شب پیش در یکی از اتاقهای توییتری مطرح کردم، یکی از مسائلی میتونه باشه که ما خودمون اگه به قول اونا میگن یک نوع فدرالیسم ایرانی بسازیم با زندگی انسانی و همه برابر و بدون عدم تبعیض و بودن زنان کودکان همه در یک سطحی که همه از این موقعیتی که داریم برخورد متساوی حقوقی داشته باشیم. بله، بسیار متشکرم کاک حسن حاتمی عزیز. دوستان عزیز، آنچه که دیدید و شنیدید بخشی از دیدگاه‌های جناب کاک حسن حاتمی، عضو کمیته ارتباطی احزاب ایرانی و کردستانی حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور بودند. اگه شما بیننده عزیز در ارتباط با محتوای این برنامه‌ای که ما داشتیم و حرفی برای گفتن دارید یا جزو آن دستی از کسانی هستید که می‌خواهید در برنامه بنده شرکت داشته باشید، میتونید از طریق کانال‌های ارتباطی رسانه‌های اجتماعی با بنده تماس بگیرید و ما سعی می‌کنیم یک برنامه گفتگوی ویژه با شما هم داشته باشیم. امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشیم برای ایران عزیزمون و کردستان قشنگمون. منم خیلی خوشحالم که به این فرصت رو به من دادید. امیدوارم سال آینده سال آزادی همه ملت‌های ایران
و نبود رژیم نگریس و ضد انسانی ولایت فقیهی و آخوند سپاهی که الان حاکم باشه. متشکرم. متشکرم. زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی. ژیان آزادی بژی. دەست خۆش.